سوره یونس آیه 65 باز هم به پیامبر میگه سخن آنها محزونت نکند که عزت از آن خداست، او شنوای داناست. آیه بعدی 127 سوره نحل خداوند میفرماید صبر کن که صبر تو جز به توفیق الله نیست و به خاطر آنها غمگین مشو و از نیرنگ آنها دلتنگ مباش. ببینید باز هم داره به پیامبر میگه به خاطر رفتار اونها، به خاطر مکر اونها، به خاطر نیرنگ اونها احساس خودتو خراب نکن، غم نداشته باش، ناراحت نباش، درگیر نکن. اگر خودتو درگیر اون موضوعات بکنی اتفاقات نامناسب بیشتر به وجود میاد. اگر غمگین بشی شرط بدتری رو تجربه خواهی کرد. چقدر آگاهانه و چقدر فوق‌العاده خداوند احساس بد رو از پیامبر دور میکنه با همین آیه ها و میگه اونا نیرنگ میکنن، اونها در واقع دسیسه میکنن، تو اصلا نگران نباش، چون اگر نگران نباشی به تو آسیبی نمیرسه. این قانونه. اگر پشت سر شما غیبت میکنن شما ناراحت نشی به کی برمیگرده؟ به خودشون برمیگرده. اگر پشت سر شما حرف بد میزنن، اگر برای شما در واقع توطئه‌چینی میکنن، اگر درگیر نشی احساس ایمان داشته باشی که میدونم خداوند محافظت میکنه از من، اتفاقی نمیفته، همه چیز عالیه، اتفاقی نمیفته و همه چیز به نفع شما رخ میده. هر روز دارم از این قانون تو زندگی خودم استفاده میکنم. آیه بعدی آیه 24 سوره مریم هست و فوق العاده این آیه زیباست. این آیه در مورد در واقع شرایط خاص حضرت مریم صحبت میکنه. وقتی که خداوند در واقع شرایطی رو برای حضرت مریم فراهم میکنه که اون بدون ارتباط با فردی در واقع احساس بارداری میکنه و درد زایمان اون رو اذیت میکنه و تکی داده به درخت خرما و اینقدر این درد و این احساس در واقع نگرانی از حرف مردم و ترس از این که مردم چه فکری میکنن و در واقع عفت و پاکدامنی اون شاید مورد آسیب قرار بگیره، به خدا میگه که ای کاش که من هرگز به دنیا نمیومدم و از یادها سالها قبل از یادها رفته بودم. و چقدر زیبا خداوند این احساس بد رو ازش میگیره. میگه ندا آمد که غمگین مباش، پروردگارت از زیر پای تو جویی جاری ساخته، تنه درخت خرما را تکان بده تا خرمای تازه برای تو فرو ریزد و بخور و بنوش و دیدگان را روشن دار و اگر فردی را دیدی به او بگو من برای خدای رحمان روزه سکوت نذر کردم و امروز با هیچ کس صحبت نمی‌کنم. چقدر زیبا. ببینید این یعنی که باز هم با نفی حزن غم رو ازش میگیره، به خاطر اینکه اگر نگران حرف مردم باشه، اگر غمگین باشه، اگر بترسه اتفاقات بد رو تجربه میکنه. غمگین مباش، ناراحت نباش، من هواتو دارم، من با تو هستم، من بهت کمک خواهم کرد. این حرفی که ما باید هر روز به خودمون بزنیم در هر شرایطی از زندگی خودمون، در روزهای سخت زندگیمون. این واقعی که برای حضرت مریم رخ داده واقعا قبول کنید که بسیار بسیار سخت بوده. در اون شرایطی شما فرض کنید در یک منطقه که همه همدیگه رو میشناسن، مثل الان نیست که تهران 12 میلیون نفر جمعیت، هیچ کس رو نمیشناسه. در یک روستایی، در یک جمع کوچکی هر اتفاقی برای هر کس بیفته کل اون منطقه، کل اون ده همه خبردار میشن. و چقدر یک دختر پاکدامن چقدر نگران این در واقع عفتشه، ولی باز هم خداوند میگه ناراحت نباش. درست نیست که ناراحت باشی. ببین دوستان خیلی موقع هست ما به خودمون حق میدیم که بله آدم باید ناراحت باشه، آدم افسرده باشه، آدم غمگین باشه، اما این آیه ها نشون میده که حتی در بدترین شرایط اگر غمگین باشی اتفاقات بد تجربه میکنی. حتی در بدترین شرایط اگر غمگین باشی اتفاقات بد تجربه میکنی. اگر ناراحت باشی ناراحتی بیشتر تجربه میکنی. و سکوت کن و اجازه بده که خداوند کارشو انجام بده. آیه بعدی سوره قصص آیه 7 به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و چون بر جانش بیمناک شدی او را به دریا بینداز، نترس و اندوهگین مشو. ببینید باز هم ولا تخافی ولا تحزنی، که ما او را به تو باز میگردانیم و این فضا رو بیایید با هم تجسم کنیم. شما فرض کنید که مادر یک فرزند هستید. در شهر پیچیده که ما طفل‌ها رو، بچه‌های شیرخوار رو میکشیم. همه سربازان فرعون خانه به خانه دارن وارد خانه‌ها میشن و بچه‌ها رو میکشن. و به مادر وحی میشه
که تو فرزندت رو وقتی که بر جانش بیمناک شدی به دریا بینداز. دوستان قبول کنید که این کار واقعاً به هیچ عنوان با ذهن منطقی قابل در واقع بررسی نیست. یعنی هر کجای دیگه از نظر ذهن منطقی هر کجای دیگه بندازتش احتمال زنده موندنش هست بیشتره تا اینکه بندازش به رود نیل یا بندازش به دریا. بچه‌ای که رو دریا باشه کوچکترین موجی در واقع اون گهواره رو برمیگردونه، بچه غرق میشه. فرض میکنیم که اصلا موجی هم نیاد، گهواره به سمت دریا میره، در دریا گم میشه، بدون آب و غذا بچه خیلی زود از دست میره، نه کسی پیداش میکنه نه کسی میتونه بهش کمک کنه. ولی خداوند این راه رو پیشنهاد داد، بندازش به دریا. کی میتونه این کار رو انجام بده؟ کی میتونه بچه خودش رو به دریا بندازه؟ فقط کسی که ایمان داره، کسی که باور داره خداوند رو، کسی که قبول داره که تمام اتفاقات جهان به دست خداونده، نه نگران هیچ چیز نیست. و باز هم به مادر موسی تأکید میکنه خداوند که نترس و غمگین مباش، چرا که اگر غمگین باشی از دستش خواهی داد، چرا که اگر غمگین باشی اوضاع بر تو سخت میشه. نترس و غمگین مباش و این کار رو انجام بده. و ما دیدیم که چطور این در واقع بچه رفت از در واقع خانه فرعون رد شد، این نهری که در واقع از خانه فرعون رد میشد، این بچه رو دیدن، مهرش به دل همسر فرعون افتاد و اون خواست بچه رو نگه داره. و چقدر جالب که بچه از هیچ دایه شیر نخورد، شهر رو گشتن دنبال دایه که بتونه در واقع بچه رو شیر بده. و خواهر موسی به اونها پیشنهاد کرد، به همسر فرعون، که من یک دایه رو سراغ دارم که شاید بتونه در واقع به شیر بده. و بچه رو دادن به مادر موسی که شیر بده و بچه برگشت پیش مادرش و بچه سالم موند و خدا حفظش کرد. چقدر زیبا، شما این پروسه رو دقت کنید، چقدر این اتفاق عجیب ولی واقعیه که بچه به دریا میفرستی، اونا پیداش میکنن، شیر نمیخوره بچه، میان به خودت میدن که بچه پیش تو بزرگ بشه با هزینه‌های اون، با امکانات اون، و تو هم بچه تو داری، هم عشق تو داری، هم نگران هیچ چیز نیستی. فرزند شده فرزند فرعون و هیچ خطری هم تهدیدش نمیکنه دیگه. این کار خداست. این حس مادر موسی، این ایمان و این احساس آرامش این اتفاق به وجود میاره. و اگر نگران میشد این اتفاق نمیافتاد. و اگر نگران میشد از دستش میداد. و اگر میترسید از دستش میداد. از هر چی بترسیم سرمون میاد. این یک قانونه. از هر چی بترسیم سرمون میاد. این یک قانونه. به خاطر هر چیز نگران باشی از دستش میدی. این یک قانونه. اگر خودتو غمگین کنی، اگر یک رابطه‌ای رو از دست دادی و خودتو غمگین کنی و ناراحت بشی، اوضاع بسیار بسیار بدتر خواهد شد. اما اگر ایمان داشته باشی و رها کنی، اگر باور داشته باشی و رها کنی، مطمئن باش همه اتفاقات به نفع تو خواهد بود. این ایمان واقعی میخواد. این احساس خوب واقعی میخواد. احساس آرامش واقعی میخواد. از این قسمت برنامه میریم سراغ آیه هایی که بدون لای نفی اومده کلمه حزن یا ریشه حزن. ببینیم که به چه شکل هست. در تمام مواردی که ما گفتیم، البته خیلی از موارد من وقت نیست که برای شما توضیح بدم، آیه های در واقع مهمتری براتون آوردم، ولی در تمام مواردی که توضیح داده شد گفته بود غمگین مباش، اما یه جاهایی هم هست که نگفته غمگین مباش. ببینیم که اون آیات چه آیه‌ایه و شاید تضاد داشته باشه با قانون جذب، با قانونی که میگه آقا غمگین بودن اتفاقات بد رو وجود میاره. ببینیم که این آیات چی هست. با هم مرور می‌کنیم. آیه 34 سوره فاطر. پیش گرفتگان در خوبی‌ها در بهشت میگویند سپاس خدایی را که اندوه را از ما گرفت، زیرا که پروردگار ما آمرزنده و شکر پذیر است. ببینید اینجا که بدون لا اومده، باز هم معناش اینه که تشکر میکنن بهشتیان از خداوند که اندوه رو از ما چیکار کرد؟ دور کرد. ایمان مساوی دوری اندوه و آرامش و عشق. بی ایمانی مساوی با اندوه و غم. ایمان به خداوند اندوه میره. نمیتونه غم و ایمان در یک جا باشه. نمیتونه نور و تاریکی در یک جا باشه. نمیتونه سلامتی و بیماری در یک جا باشه. نمیتونه خیر و شر در یک جا باشه. نمیتونه فقر و ثروت در یک جا باشه. وقتی که ایمان هست، غم وجود نداره. سپاس خدایی را که غم رو از ما گرفت و تشکر کنیم و از خدا بخوایم که غم رو از ما بگیره. این یک باور غلطه که خوبه بعضی موقع غمگین باشیم. خیلی از ما باور کردیم که ببین خیلی خوشحال نباشا، بلا سرت میادا، بعد از هر خنده گریه ها. نه دوست من، بعد از هر خنده خنده بیشتره.
بعد از هر گریه بیشتره. سپاس خدای را که غم رو از ما گرفت. این رابطه با خداست که غم رو دور میکنه. سوره انعام آیه 33. میدانیم که گفته های کافران غمگینت میکند، اما آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ستمکارانی هستند که آیات الهی را انکار میکنند. باز هم داستان مدیر، معلم و شاگرد. یک مدرسه رو در نظر بگیرید. شاگردان به حرف معلم مدرسه گوش نمی‌کنن و معلم مدرسه ناراحته. مدیر مدرسه میاد به معلم میگه ببین اونا تو رو نمیخوان اذیت کنن، اونا با من مشکل دارن که درس نمیخونن. اگر اذیت میکنن، اگر درس نمیخونن، اگر دریوری میگن، اگر مسخره بازی میکنن، اگر تو رو اذیت میکنن، تو داری ناراحت میشی، به خودت نگیرا، اونا با من لج دارن. اونا میخوان حال منو بگیرن. در واقع داره بار احساسی منفی و غم رو از دوش پیامبر چیکار میکنه؟ برمیداره. میگه ما آگاه هستیم که داری ناراحت میشی، اما این کار رو نکن. اونها با تو کاری ندارن، اونا با من طرفن. چقدر زیباست. یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. میدانیم که گفته های کافران غمگینت میکند. ما قبول داریم. دوستان این حرفا به این معنا نیست که هرگز نباید غمگین بشیم. ما انسان هستیم، ما آدم آهنی نیستیم. ما انسان هستیم با عواطف انسانی. ما نمیتونیم که اگر بچه‌مون از دست دادیم غمگین نباشیم. ما نمیتونیم اگه کسب و کارمون از دست دادیم غمگین نشیم. ما انسان هستیم. توقعی هم نیست که غمگین نشیم. اما توقع هست که در وضعیت غم و اندوه نمونیم. در وضعیت ناراحتی نمونیم و بکشیم خودمون رو وضعیت آرامش. ناراحت شدن، عصبانی شدن و نگران شدن طبیعیه. برای همه جهان اتفاق میفته. هیچ کس نیست که بگه من تا به حال ناراحت نشدم و غمگین نشدم. هیچ کس نیست. اما مهم اینجاست که این فرکانس رو ادامه ندی. و اگر شما لحظات کوتاهی رو غمگین باشی و ناراحت باشی، هیچ اتفاق بدی برات نمیفته. چون اون فرکانس غم به اندازه کافی قوی نشد که اتفاقات بد برات به وجود بیاره. دوستان یک فرد افسرده با یک روز افسردگی و غم افسرده نمیشه. با یک ماه هم افسرده نمیشه. افرادی که افسرده میشن سالها افکار منفی اونها رو احاطه کرده و سالها غمگین هستن و سالها ناراحت هستن. بعد چندین سال افسردگی سراغ اونها میاد. هیچ کس با یک روز و با یک ساعت و با یک ماه ناراحت بودن افسرده نشده. یک روند طولانیه. به خاطر همین اگر شرط بدی رو داشتی نگران نشو که وای من غمگین شدم الان اتفاقات بدی برام میفته، وای من عصبانی شدم الان دیگه از در و دیوار بدبختی برام به وجود بیاد. نه، با یک مقدار، با یک زمان کوتاه عصبانی شدن یا غمگین شدن یا ناراحت شدن هیچ اتفاق بدی بر شما رخ نمیده. اما اگه در این فرکانس بمونیم و این فرکانس رو ادامه بدیم، اون وقته که این فرکانس به جایی میرسه، به قدرتی میرسه که میتونه اتفاق بد برای شما به وجود بیاره. و نکته جالب اینجاست که برای افسرده شدن یک فرد باید چندین ماه و سال غمگین باشه تا افسرده بشه، اما برای خوشحال شدن با یک روز افکار مثبت شما به آرامش شادی میرسید. یعنی اینجوری نیست که شما اگر غمگین و افسرده هستی بعد 3 سال احساس خوب، فکر خوب داشته باشی تا تازه به آرامش برسی، شاد بشی، روحیت خوب بشه. نه، با 1-2 روز فکر درست سریع برمیگردی. به خاطر اینکه نیروی حاکم بر جهان نیروی خیره. به خاطر که جریان هستی جریان خیره. و وقتی شما در مسیر درست قرار میگیری مثل کسی هست که تو سرپاهین داره حرکت میکنه، خیلی زود به مقصد میرسی. اما برای اینکه در مسیر مخالف قرار بگیری و غمگین باشی باید خیلی سربالایی، باید خیلی ادامه بدی، خیلی غمگین باشی، خیلی داغون کنی خودتو تا افسردگی بگیرتت، تا ناراحت بشی. سوره یوسف آیه 13. خیلی این داستان سوره یوسف فوق العاده است. حضرت یعقوب به برادران یوسف میگه اگر او را ببرید غمگین میشوم و میترسم شما غفلت کنید و گرگ او را بخورد. دوستان ما در این قانون، در قانون فرکانس، در قانون جذب، اگر شما نگران یک موضوعی باشید اون موضوع بر شما اتفاق میفته. اگر شما در مورد یک موضوعی ترس داشته باشید ترس بر شما اتفاق میفته. و یعقوب ترسیده بود و یعقوب نگران بود و یعقوب ترسش رو ابراز کرد. گفت من میترسم که شما غفلت کنید و گرگ اونو بخوره. یعقوب به برادران یوسف، به پسرانش کلید داد و آنها دقیقاً همین حرفو به یعقوب زدن و وقتی که یوسف رو به چاه انداختند اومدن گفتن گرگ اونو خورد. چه ارتباطی هست بین حرفی که یعقوب میزنه قبل از این اتفاق و اتفاقی که میفته و دقیقاً همون چیزی که یعقوب پیش بینی کرده بود؟ خیلی موقع هست
خیلی موقع است ما به خاطر افکار منفی و ترس هامون این ترس ها رو انقدر میپرورونیم تو ذهنمون که دقیقاً همون اتفاق میفته. مثلا این ترس از سرقت ماشینمون و همون اتفاق میفته و بعد میگیم که من دقیقاً میدونستم که اتفاق میفته. خیلی وقتی اتفاق میفته فکر میکنن پیشگو هستن، فکر میکنن بهشون الهام شده که اتفاق میخواد در آیندهشون بیفته. دوستان این الهام نیست. شما نوستراداموس نیستی. شما اینو ساختی. این یک پیش بینی نبوده، این یک پیشگویی نبوده، این که اتفاقی بوده که تو خلقش کردی، نه یک پیش بینی. یعقوب این اتفاقو برای خودش خلق کرد. یعقوب برای یوسف دردسر ایجاد نکرد. یوسف شد عزیز مصر. یعقوب برای خودش دردسر ایجاد کرد. و بسیار واضح در این آیه توضیح میده که من نگرانم که اونو ببرید و گرگ اونو بخوره. من میترسم. ترس و نگرانی نتیجهش همین شد. نتونست احساس خودش رو کنترل کنه. نتونست غمگین نباشه، نتونست ناراحت نباشه، نتونست بپذیره، نتونست ایمان داشته باشه و این نتیجه رو گرفت.